من فکر میکنم اول نباید شرایط مساعد بکنه طالبا که دوباره یک گروه در مقابلش جنگ بکنه یا باز دوباره در افغانستان جنگ بگیره اگر واقعا اینا سر افغانستان میاندیشن. و چیره های هم که در تقابل طالب قرار دارن اونا هم کوشش نکنن که افغانستان رو دوباره به طرف جنگ کشن. کوشش کنن که از طریق فشارهای بین المللی، فشارهای جامعه جهانی و گفتمانها مشکل کلان افغانستان رو حل بکنن و جنگ راه حل نیست. اگر جنگ راه حل می بود خب ما دمی 14 جنگ نمی کردیم دیگه. دمی 14 افغانستان آباد می شد، افغانستان تمام آزادی های خود به دست می آورد، دیگه مشکلات وجود نمی داشت. بنابراین در هیچ کشور، در هیچ زمان، در هیچ وقت جنگ راه حل نیست. ما کوشش کنیم گفتمانها را دامنش کلانتر بسازیم، مذاکرات کلانتر